سلام و عرض ادب خدمت همراهان کانال ویوید کوست. امیدوارم حال همتون خوب باشه. همونطور که تو ویدیوهای قبلی انتهای ویدیو قولشو دادم، تو این ویدیو به یه سری موارد مثل پایه حقوق و موارد دیگه میخوام اشاره کنم. یه سری سوالا هم تو ویدیوهای قبلی دوستان کردن، اونا رو هم بهشون جواب میدم. دوستان اینطوری میخوام براتون این ویدیو رو شروع کنم که مهمترین موضوعی که شما باید تو مهاجرتتون، یعنی یکی از مهمترین ها که باید مد نظر قرار بدید، اینه که وقتی بلند میشین هر کشوری از جمله قبرس شمالی مهاجرت میکنید، برای مهاجرتتون اقدام میکنید، حتما باید چیزی حدود 6 ماه هزینه هاتون رو با خودتون بیارید. این یعنی اینجوری نباشه که فکر کنید بگید خب چک کردیم مثلا ما فلان حرفه رو بلدیم، دیدیم اونجا هم بازار کار براش هست پس بریم، و به این امید که وقتی رسیدید قبرس شمالی از فرداش میرین سر کار. این شکلی نیست. میایین اینجا به مشکلاتی برمیخورید، میرید کارفرما شما رو نمیپسنده، شما محیط کار رو نمیپسندید، مشکلات مختلف، طول میکشه تا کار پیدا کنید. پس به اندازه 6 ماه هزینه هاتون که من هزینه ها رو بعداً ویدیو براش درست میکنم با خودتون بیارید که اینجا به مشکل نخورید. این یه مورد. مورد دوم، تو ویدیوی اولم بهش اشاره کرده بودم، الانم دوباره میگم. تو ویدیو اول گفتم زبان حداقل باید به اندازه A2 بلد باشید. الان دارم میگم زبان باید حداقل به اندازه B1 بلد باشید. زبان اینجا ترکی استانبولیه، باید ترکی استانبول رو در حد B1 بدونید، هم بتونید صحبت کنید هم خوب بفهمید. خوندن و نوشتن هم بلد باشید که چه بهتر. اینم مورد دوم. مورد سوم، در مورد پایه حقوق، کمترین میزان حقوق دریافتی یک کارمند در قبرس شمالی 52800 لیره. اینو میخوام براتون قیاس کنم با کمترین میزان حقوق دریافتی توی ترکیه. تو ترکیه چیزی حدود 28000 لیر ماهانه کارمندا میگیرن، حداقل حقوق دریافتیشون. یعنی تو قبرس شمالی یه چیزی نزدیک به 2 برابر ترکیه حقوق میدن به کارمندا. با توجه به اینکه هزینه‌های قبرس شمالی و ترکیه تقریباً هم اندازه همه، حتی تو بعضی شهرهای ترکیه مثل استانبول هزینه‌ها از کل شهرهای قبرس شمالی بیشتره. اینم یه مورد دیگه. مورد بعدی، ازم سوال کرده بودن برای خانوما اینجا کار هست؟ باید بگم بله، برای خانوم‌ها اینجا کار هست. حتی اکثر کارفرماهای قبرسی خانوم‌ها رو در اولویت قرار میدن و به خانوم‌ها بهتر کار میدن. یعنی اگه یه موقعیت شغلی باشه که اون موقعیت شغلی هم برای آقا مناسب باشه هم برای یه خانوم مناسب باشه، کارفرمای قبرسی ترجیح میده اون کارو به یه خانوم بده و اینجا خانوم‌ها بهتر کار پیدا میکنن. یه سوال دیگه هم دوستان پرسیده بودن کار برای دانشجوها چطوره؟ اینجا دانشجوها میتونن کار نیمه وقت انجام بدن و به صورت قانونی، یعنی دولت حمایت میکنه از این مورد که دانشجوها بیان برای اینکه هزینه هاشون رو در بیارن و کمک هزینه‌ای باشه براشون، به صورت نیمه وقت و قانونی اجازه کار دارن، میتونن کار کنن. یه سوال دیگه هم ازم پرسیده بودین، اونم این که اینجا کارفرماها دنبال چه جور توانایی هستن، چه جور کارمندایی رو شغلایی رو استخدام میکنن. ببینید اینجا اگه حرفه‌ای بلد باشید، زبانتون خوب باشه، حرفه‌ای هم بلد باشید، مثل تو زمینه ساخت و ساز، چون اینجا یک کشور در حال توسعه است، ساخت و ساز توش زیاد انجام میشه. تو زمینه ساخت و ساز هر کاری، لوله کشی، برقکاری، نمیدونم گچکاری، رنگ ساختمون، هر کاری رو که مربوط به ساخت و ساز باشه بلد باشید، خیلی عالیه. کارهای دیگه مثل تعمیر ماشین و اینا عالیه. حالا تو حرفه‌های دیگه اگه سرآشپز بین‌المللی باشید، بتونید برای هتل‌ها، برای رستوران‌های بزرگ اینجا کار کنید،
خیلی عالیه. کارهای پایین‌تر هم مثل گارسونی و اینجور کارا هم اینجا به خاطر اینکه رستوران و هتل زیاد دارن، کارهایی که متقاضی زیاد داره. اون 2 تا سایتی رو که تو ویدیوهای قبلی بهتون معرفی کردم حتما برید از کشور خودتون نگاه کنید، قشنگ همه چیز توش مشخصه، ترنسلیت کنید ببینید، دستتون میاد اینجا دنبال چه جور مشاغلی هن. تو بعضی از این آگهی ها حتی میزان حقوق هم زدن، بیشتر از 52,800 هم پیشنهاد میدن تو بعضی از این آگهی ها که مثلا ساعت کاریشون زیاده، تعطیلیشون کمه. اینا رو برید قشنگ مطالعه کنید ببینید و من دوباره تو ویدیوهای بعدی هم موارد بعدی رو هم به سوالاتتون هم به موارد بعدی اشاره میکنم. ما رو دنبال کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، حمایتمون کنید تا با هم دیگه بریم جلو در مورد مهاجرت قبرس شمالی. سوژه های خوبی رو دارم، همه رو در اختیارتون میذارم. دستتون در نکنه، حمایتمون میکنین. خدا حافظ.